این مسلمونا چنان بسوزونیم و خاکسترشون رو سنگ توالت بکنیم که درس عبرتی بشه برای کل جهان. لعنت بر خدای الله. بچه‌هامون تو ایران دارن مسجد آتیش میزنن. مسجد رو نابود کردن. لعنت بر اسلام، لعنت بر اسلام. مسجداتون رو آتیش میزنیم، قرآناتون رو آتیش میزنیم. چنان بلایی سر زن بچه‌هاتون میاریم که تاریخ بترسه، که بنویسه. از کوچکترین فرد خانواده‌تون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنید. حتی به زن حامله‌تون هم رحم نمی‌کنید. آقای علی کریمی، تهدید به سوزاندن قرآن نه قدرت شما و نه قدرت دشمنان اسلام را نشون میده، بلکه دقیقاً ضعف شما در برابر استدلال و منطق قرآن رو نشون میده. شما نمیتونی حتی یک آیه‌اش را با دلیل علمی و تاریخی یا عقلی رد بکنی، پس به آتش زدن کاغذ و جوهر قرآن پناه بردی. این همون کاریه که 1400 سال پیش ابو جهل و ابو لهب و مشرکین مکه انجام میدادن. وقتی نتونستن با منطق جواب بدن، گفتن قرآن سحر و پیامبر را مسخره کردن و نهایتاً به شمشیر و آزار مسلمان‌ها رو آوردن. نتیجهش چه شد؟ اسلام از یک مشت مظلوم در مکه به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شد و امروز بیش از 2 میلیارد پیرو داره. قرآن از روز اول مخالف فساد و ظلم بود و دقیقاً به همین دلیله که از صدر اسلام تا به امروز با اسلام دشمنی ادامه داره. خدا در آیه 75 سوره نساء میگه چرا در راه خدا و برای نجات مستضعفان مردان و زنان و کودکان ستم دیده نمی جنگید؟ ما تو دنیا بیش از 20 میلیون حافظ قرآن داریم. اگه همه نسخه‌های کاغذی قرآن رو بسوزونید، حتی یک حرفش هم از بین نمیره. امروز بیش از 2 میلیارد مسلمان در جهان وجود داره و از طرفی اسلام سریع‌ترین دین در حال رشد دنیاست و فقط در 10 سال اخیر 347 میلیون نفر در اروپا و آمریکا و دیگر کشورها مسلمان شدن. اونم نه با زور شمشیر و اسلحه، بلکه با قدرت منطق و استدلال قرآن. قرآن زنده است و همیشه زنده خواهد موند و هر روز قلب‌های بیشتری را در شرق و غرب عالم فتح خواهد کرد. قضاوت با شما.